زیرکونیا، وکس، PMMA، بایو HPP و سافت متال همگی جزو متریال هایی هستند که قابلیت تراش با میلینگ درای یا خشک تراش رو دارن. معمولاً دستگاه‌های خشک تراش به صورت 5 محور همزمان و غیر همزمان طراحی میشن که به صورت 3 محور XYZ کارتزین و 2 محور چرخشی A و B قطبیه. توی این نوع دستگاه‌ها میشه از سرو موتور، استپ موتور و سرو استپ به عنوان موتور محورها استفاده کرد. محورهای A و B همون محورهایی هستند که هولدر روی اون سواره و به دو شکل گرد و نیمگرد ساخته میشه. استفاده از میلینگ خشک تراش مخصوصا در حالت میلینگ زیرکونیا گرد و غبار ریز و چسبنده و با حجم بالا نسبت به محفظه کاری دستگاه ایجاد میکنه. مهار و جمع آوری این گرد و غبار از 2 بابت حائز اهمیته. اولا سلامتی اپراتور، دوما استهلاک دستگاه. در نتیجه استفاده از وکیوم با بازده 70% و همچنین نظافت دستگاه در تراش هر 100 واحد نکته بسیار مهم و کلیدیه. دستگاه‌های میلینگ هم مثل تمامی دستگاه‌ها و ماشینالات یه روزی میتونه دچار چالش یا ایراد بشه که این چالش‌ها نرم افزاری یا سخت افزاری هستند. در نتیجه هر قدر تأمین کننده و شرکت سازنده در دسترس باشه خرید شما به صرفه‌تر و معقول‌تره. چون تنها در موارد محدودی نماینده آموزش دیده و با تجربه در محل فعالیت شما قادر به پاسخگوییه. بنیان مکاترونیک ایرانیان تنها مرجع میلینگ بومی با 15 سال سابقه فعالیت و 23 سال سابقه در زمینه میلینگ. همچنین با بیش از 140 دستگاه با برند پیکستنت در بازار دنتال ایران و منطقه فعاله. اگه میخوای دستگاهت هیچ موقع نخوابه حتما با ما تماس بگیر.